صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنا، برنامه‌ای از صدای انجیل. در پرتو رحمت و فیض تو ای قدوس یکتا، روز خود را آغاز می کنیم و تو را به خاطر الطاف و عنایات عظیمت شکر و سپاس گفته و تو را می پرستیم. تو قدوسی و عادل، تو پاکی و متعال، تو رحیمی و کریم، تو غفور و بخشنده، تو ای خدا مهربانی و محبت، تو پدر آسمانی مایی و تو خالق و آفریدگارمان. خدایا تو را شکر می‌کنیم که با تمام جلال و جبروت و بزرگیت حاضر شدی با بندگان عاصی و خطاکار و گمراه سخن گفته و ما را دعوت به سوی خودت بنمایی و مژده حیات را به ما عطا کنی. بگذار ای خدا اکنون که درباره تو و فیض و عنایات تو از کلام مقدس می‌خوانیم، استعداد داریم که درک فهم و آیات ما را یاری بده و افکارمون رو تماماً متوجه مکاشفه محبت و قدوسیت و فیض خودت بگردان، تا نه فقط از الطاف تو آگاه شویم بلکه اراده تو دانسته و از آن پیروی کنیم. این دعا را به نام یگانه منجی و شفیع زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. فیض و شادی خدا بر شما و خانواده گرامیتون باد. برای فرد شما از خداوند مهربان سلامتی، حکمت و فروتنی و روح پذیرش حقیقت را طالبم، تا اینکه بتونید روزهای خود را در شادی و آرامش و صلح الهی به سر بیاورید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عطا کرده تا از عالم جسم جدا شویم و افکار خود را متوجه عالم روح و معنویت نماییم، نام مقدسش را می ستاییم و این فرصت را عزیز می داریم، زیرا روزهای عمر ما به راستی بسیار کوتاه هستند و به قول حضرت یعقوب همانند گیاهی است که امروز زنده است و فردا خشک شده و در تنور افکنده می شود. پس چقدر خوب است که روزهای ما که شمرده شده اند را در راه و طریق خدا و در نوری که او به ما عطا کرده است به سر بیاوریم. قبل از اینکه به آیات شریف توجه کنیم و از کلام خدا براتون بخونم، اجازه میخوام که از شما دوستان و یاران با وفایی که به وسیله نامه‌هاتون ما را واقعا شاد میکنید صمیمانه تشکر کنم. ما برای شما و خانواده‌تون دعا کرده و خواهیم کرد که خداوند برکت خود را بیش از بیش به شما عنایت فرماید تا در ایمان به حقیقت روز به روز پیشرفت کنید و به اشتیاق قلبی خود یعنی وصال به حق و او را شناختن برسید.
مطمئن باشید که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و کتاب‌ها و نشریات درخواستی رو براتون ارسال می‌کنیم. حالا با بیان این مقدمه توجهتون رو به کلام خدا جلب می‌کنم و از شما خواهش می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل اول از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول بگشایید تا از آیه 19 دنباله کلام خدا را مطالعه کنیم. در برنامه گذشته 18 آیه اول را که در واقع مقدمه انجیل محسوب میشه و از بزرگترین اسرار الهی، سر الهی در تاریخ بشریت یعنی ظهور کلمت الله در جسم انسانی سخن میگوید با همدیگر گفتگو کردیم و کلام را مطالعه نمودیم و حالا از آیه 19 کلام را براتون میخونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. از آیه 19 الی 34 شهادت حضرت یحیای نبی در مورد عیسی مسیح است و از آیه 35 الی 51 معرفی شاگردان یحیی در اینجا برای ما بیان شده است. در آیات قبل ما درباره یحیای نبی و هدف و پیام او نیز سخن گفتیم و حالا شهادت او را در جواب به سوالهایی که رؤسای دینی درباره مقام او می‌کردند را میشنویم. رؤسای مذهبی 3 سوال مهم را از یحیی میکنند. در آیه 19 از او میپرسن که تو کیستی؟ و سوال دوم در آیه 21 که میگه درباره خودت چه میگویی؟ به اصطلاح ادعا چیه؟ و در آیه 25 سوال سوم را میپرسن که میگویند برای چه تعمید میدهید؟ ابتدا آیات رو میخونم و سپس توضیحاتی در مورد معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سوال کنند که تو کیستی؟ او متعرف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آنگاه از او سوال کردم پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نه. آنگاه بدو گفتند پس کیستی تا به آن کسان که ما را فرستادند جواب بریم. درباره خود چه میگویی؟ گفت من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیای نبی گفته است که من صدای ندا کننده در بیابانم که راه خداوند را راست کنید. و فرستادگان از فریسیان بودند. پس از او سوال کرده گفتند اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی پس برای چه تعمید میدهی؟ یحیی در جواب گفت من به آب تعمید میدهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید و او آن است که بعد از من میآید اما پیش از من شده است که من لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم. و این در بیت عبره که آن طرف اردن است در جایی که یحیی تعمید میداد واقع گشت. و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او میآید. پس گفت اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این است آن که من درباره او گفتم که مردی بعد از من میآید که پیش از من شده است، زیرا که به من مقدم بود. و من او را نشناختم، لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد برای همین من آمده به آب تعمید می‌دادم. پس یحیی شهادت داده گفت روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده بر او قرار گرفت و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم همان به من گفت بر هر کس ببینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت همان است او که به روح القدس تعمید می‌دهد. و من دیده شهادت می‌دهم که این است پسر خدا. در آیه 19 حضرت یوحنا تاریخچه آغاز خدمت مسیح رو شروع میکنه و در واقع ابتدا به ما نشون میده که شهادت یحیی در مورد مسیح چه بود. دوستان عزیز، شهادت یحیی نبی را بایستی بسیار با اهمیت تلقی کرد. اول یحیی از جانب خدا فرستاده شد تا هویت مسیح را تعیین کند و در پیش مردم درباره او و به او شهادت بدهد. و دوم یحیی بهتر از هر شخص دیگری که در آن زمان زندگی میکرد عیسی مسیح را میشناخت
و سوم، یحیی مردی مقدس و شهادت او کاملا مورد اعتماد و اطمینان مردم بود. یحیی در کنار رود اردن مردم را به سوی خدا دعوت می‌کرد و کلام خدا را به هر کسی که از آن محل می‌گذشت اعلام می‌نمود. سالهای سال بود که در میان قوم بنی اسرائیل نبی ظهور نکرده بود و شاید به خاطر همین تشنگی روحانی بود که گروه کثیری از مردم اسرائیل از دور و نزدیک پیش او می آمدند تا کلام را شنیده و او را ببینند. یحیی مردم را دعوت به توبه می کرد و آنهایی که توبه می کردند را در رود اردن غسل تعمید می داد. به خاطر سادگی و فروتنی و قدرت الهی در پیامش بسیاری خیال کردند که یحیی همان منجی موعود می باشه یا مسیح موعوده، مسیحی که انبیای قبل در موردش پیشگویی کرده بودند. پس ملایان و رؤسای دینی یهود از اورشلیم افرادی را میفرستند تا درباره یحیی تحقیق کنند و یقین حاصل نمایند که آیا او همان مسیح موعود است یا یک نبی دیگر یا چه. یحیی خود کاهنی بود که مردم همه او را میشناختند. پدرش کاهن اعظم بود. همه می‌دانستند که چگونه خدا به طور معجزه‌آسای او را به پدر و مادرش یعنی به زکریای نبی عطا کرده بود. تولد یحیی معجزه بود. پس رؤسای دینی میآیند و مستقیما از او این سوال مهم را میکنند که ای یحیی تو کیستی؟ دوستان عزیز، حالا به شخصیت یحیی توجه کنید. اگر یحیی طالب جاه و جلال بود می توانست در مورد خودش ادعایی بکنه، ادعایی که سبب بشه مردم او را مسیح و پادشاه خود بکنن، همونطوری که بسیار این راه را طی کردند و همونطوری که شیطان نیز به مسیح پیشنهاد کرد. ولی یحیی تسلیم مقام و جاه و جلال انسانی نمی شود، تسلیم وسوسه های اهریمنی و دنیوی و خواهش‌های چشم نمیشه. برای خود هیچ ادعایی نکرد، فقط و فقط مردم را به سوی خدا هدایت میکرد و راه را برای مسیح آماده میکرد. پاسخ یحیی در حقیقت عظمت این فرستاده خدا را آشکار میکند. وقتی در آیه 20 ملایان میپرسند که آیا تو آن مسیح موعود هستی، میگوید نه. مقصود از مسیح به معنی محض شده یا برگزیده شده است. این واژه به نجات دهنده اطلاق میشد که خدا به قوم یهود وعده داده بود و ظهور او هر آن ممکن بود اتفاق بیفتد و هر شخصیت استثنایی و غریبی که در بین قوم ظاهر میشد امکان داشت مسیح باشه. این انتظار و اشتیاق یهودیان مبنی بر ظهور مسیح موعود و رهایی از دست رومیان را باید در پرتو تاریخ دید. آنان استقلال خود را از دست داده بودند و ملتی مغلوب شده بودند، مغلوب رومیان. آنها از قوانین و مقررات رومیان که مربوط به بت پرستان بود شدیداً متنفر بودند و اشتیاق شدیدی برای استقلال داشتند و به همین جهت دعا می‌کردند و با شوق و رغبت فراوان منتظر بودند کسی بیاد ادعا کنه که من مسیح موعود هستم. آنها منتظر آمدن پسر داوود بودند تا در اورشلیم بر تخت داوود قرار بگیرد، بر یهود حکومت کند و بار دیگر قوم را مثل دوران داوود و سلیمان رهبری و فرمانروایی کند. و بدین نحو قوم یهود یک تعبیر جسمانی برای آیات قائل شده بودند. آنها در انتظار سلطنت دنیوی بودند، ولی آنها تشخیص ندادند که ملکوت خدا روحانی است نه جسمانی. نفهمیده و ملتفت نشده بودند که اسرار و تاکید یحیی از توبه کردن و تعمید یافتن از این جهت بود که او میخواست آنها را برای ظهور پادشاه حقیقی و بنای ملکوت خدا آماده کند. اگر یحیی با آنها پاسخ داده بود که بله من مسیح موعود هستم، مرا به اورشلیم ببرید و پادشاه کنید و بعد میریم به جنگ با رومیان، دوستان عزیز، مردم بدون شک دعوت او را میپذیرفتند. ولی یحیی این اظهار را که وی مسیح است با ترس و وحشت رد کرد. به عبارت دیگر عدم لیاقت خود را میرسونه، اعتراف میکنه که من مسیح نیستم. اتفاقا با ترس و وحشت این ادعا را رد میکنه. چرا؟ چون خود را در برابر مسیح بی لیاقت میبینه. میگه نه، من مسیح نیستم، من آن نداد کننده هستم در بیابان که حضرت اشعیا نبی پیشگویی کرده بود. دوستان عزیز، این فروتنی کامل یحیی را میرساند. او مرد با خدایی بود.
او میدانست که برای چه آمده است. او عاقبت انسانها را میدانست و به حال انسانها تأسف میخورد. اگر میخواست که واقعا به مقامی به جا و جلالی برسد، خیلی راحت در اینجا میتوانست این کار را بکنه. ولی یحیی این اظهار را که به آن مسیح موعود است رد میکنه و میگه نیستم. مسیح فرمود که یحیی از بزرگترین انبیاست. چرا؟ چون در واقع او بسیار فروتن بود. از آیه 21 یهودیان سوال میکنن که آیا تو الیاس هستی و یا آن نبی دیگر هستی؟ دلیل سوال اینه که یهودیان معتقد بودند که پیش از ظهور مسیح موعود، مطابق پیشگویی ملاکی نبی که می‌فرماید اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق خود را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که طالب او می باشید ناگهان به هیکل خواهد آمد، الیا و یا الیاس ظهور خواهد کرد. آنها فکر می‌کردند که الیاس اول باید بیاید و بعد از آن است که مسیح موعود ظهور خواهد کرد. ولی یحیی میگوید که من حتی الیاس هم نیستم. دوستان عزیز، یحیی همان الیاس نبود که حکمداران، آن هم رؤسای مذهبی یهود دربارش فکر میکردند، ولی در واقع او الیاس بود، اما از جنبه دیگر. او با روح و قدرت الیاس آمد و اگر مقام و کار و نوع کلام و پیام الیاس را مقایسه کنید میبینید با یحیی یکیه. همانطور که قبل از تولدش فرشته خدا به زکریا نبی به پدر یحیی اعلام کرده بود که او با روح و قوت الیاس ظاهر می شود. وقتی که یحیی اعلام میکنه که اون الیاس نیست و مسیح نیست، پس فرستادگان پرستش سوم را میکنن. میگن که اگر تو مسیح نیستی و الیاس هم نیستی، آیا همان نبی می باشی که موسی پیشگویی کرده؟ پرسش آنها اشاره به نبوتی است که در تورات یا در کلام خدا آمده است. زیرا موسی پیشگویی کرده. موسی میگوید یهوه خدایت نبی را از میان تو، از برادرانت مثل تو برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. حالا از این سوالات میتوان بفهمید که یهودیان بین نبی بینام و نشانی که موسی فرموده و مسیح موعود فرقی قائل شده بودند. این آیه در واقع پیشگویی درباره مسیح موعود بود، ولی رسالت نبوتی او را در مد نظر داشت و نه مقام پادشاهی که در آن زمان رایج بود. از آنجا که یحیی به هیچ یک از حدسای یهودیان پاسخ مثبت نداد و ادعایی هم نکرد در این مورد، پس آنها از او میپرسند حالا که الیاس نیستی، حالا که مسیح موعود نیستی، حالا آن نبی نیستی، پس درباره خودت چه میگویی؟ یا ای یحیی خودت فکر میکنی که چه کسی هستی؟ یحیی به آنها پاسخ میدهد، پاسخی که نشانه منتهای فروتنی وی می باشد و منظور زندگانی یحیی را ظاهر و آشکار می کند. او توجه شنوندگانش را به پیشگویی که اشعیا نبی نموده است می کند و می گوید من آن صدای ندا کننده هستم. یعنی من آن صدایی هستم که ندا کرده پیام خود را به مردم می گویم و پیام من این است که خداوند می آید، راه را برای او هموار سازید. منظور وی از لفظ خداوند همان مسیح موعود است. یحیی نبی خود را پیش آهنگ مسیح معرفی می کند و این حقیقت دوستان در سراسر زندگانی یحیی مجسم گردیده، زیرا هر کاری که می کرد و هر حرفی که می زد ضمن آن این رسالت آشکار می شد. او می خواست مردم نه به او بلکه به حقیقت او توجه کنند، یعنی به گفتارش، به پیامش. او نیامده بود تا نزد مردم عزیز بشه، زیرا میخواست خود را ناچیز کنه. در خودش هیچ چیز نمیدید. او تمام افتخارات را به خدا میداد. او میخواست خود کوچک بشه و گمنام بشه تا تمام افتخارات متوجه خداوند وی گردد که در حال آمدن بود. احوال قلبی و درونی مردم شباهت به بیابانی داشت که گلهای عطرخیز به ندرت در آن دیده میشد و میوه شیرین ایمان یعنی امید و محبت فقط در زمینه قلب معدودی از مردان خدا وجود داشت. در همه جا زمین، آن هم زمین دل، بی حاصل بود
ولی پادشاه یعنی خداوند مسیح به این صحرا می آید و یحیی نیز آمد که راه را برای او هموار کند و به این جهت بود که فریاد می کرد که ای مردم توبه کنید، توبه کنید ای مردم، از گناهان خود دست بکشید و تعمید بگیرید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. راستی دوست من، حیات و زندگانی تو برای ابلاغ چه رسالتی انتخاب شده است؟ مردم از زبان شما چه میشنوند و یا بهتر بگویم مردم از اعمال شما چه میخوانند؟ خدا از شما چه میخواهد؟ راستی به چه کلامی متکلم هستی؟ زندگیت چه کلامی را بیان میکند؟ ما مسیحیان وظیفه داریم که دریابیم که خدا چه رسالت مهمی به ما داده است و سپس همانند یحیی صدا بلند کرده و با تمام قوا و صدای بلند این پیام را مادام که زنده هستیم به سمع مردم برسونیم. زیرا که ما که حقیقت را داریم، ما نیز گواهان مسیح محسوب می شویم، پیشاهنگان مسیح هستیم و رسالت ما هم بسیار بسیار مهمه و خوشا به حال ما اگر همانند یحیی فروتن شده و او را جلال بدهیم و تا به آخر وفادار باشیم. در آیه 26 الی 28 یحیی در پاسخ به سوال رؤسای دینی که پس چرا تعمید می‌دهید میگوید صحیح است که من مردم را به آب تعمید دهم و از این رو شما خوب فهمیدید که من با مسیح موعود مربوط هستم، ولی تعمید من نمیتواند مانند تعمیدی باشد که مسیح میدهد. تعمید مسیح شما را از آلودگی گناه پاک میسازد. تعمید من سوریه، ظاهریه، با آبه، ولی مطابق آن به زودی تعمید معنوی آغاز خواهد شد. زیرا به زودی بعد از من کسی می آید که شما را با آب و به روح القدس تعمید خواهد داد. و اگرچه اکنون در میان شماست ولی شما هنوز او را نشناختید و اگر او را میشناختید آن وقت راجع به اختیار من در تعمید پرسش نمی کردید، زیرا او خیلی بزرگتر از من است. و دوستان عزیز، مطابق شهادت عیسی مسیح، یحیی بر تمام انبیای سلف ممتاز و از همه بزرگتر بود. با وجود این یحیی در برابر عیسی خود را بسیار کوچک می‌دید و مانند ستاره صبح در مقابل آفتاب ناپدید گردید. از آیه 29 متوجه می‌شویم که آرزو یحیی عملی میشه. زیرا آن روز روزی بود که وی علنا مسیحی را که مردم مدتها در انتظار او بودند به قوم معرفی میکنه. عیسی با قدرت روح القدس از بیابان به همان محلی که یحیی تعمید میداد برمیگرده. اینک او حاضر بود که شروع به کار نموده و مردم را نجات بدهد. وقتی یحیی عیسی مسیح را میبینه که به طرفش میاد، با صدایی که همه آن را میشنیدن ندا کرده گفت اینک بره خدا، اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. دوستان، یحیی میتوانست مسیح را در اینجا به عنوان پادشاه پادشاهان یا پسر داوود یا امانوئیل و یا رسولی که موسی وعده داده بود خطاب بکنه، ولی او برای معرفی نجات دهنده دنیا هیچ یک از این عناوین را به کار نمیبره، بلکه در عوض مسیح را به مردم به عنوان بره خدا معرفی میکنه. و به راستی که چه عنوان درست و مناسبی بود برای مسیح، زیرا عیسی مسیح در نجابت، در خضوع و خشوع، در پاکی و بری بودن از هر عیب و لکه مانند بره بود. او شیری نبود که همه کس از او بترسن و از ترس مطیع او شوند، ولی بره بود که تمام اشخاص خوب و نیکوکار او را دوست می داشته و دارند. مقصود یحیی از بره خدا در واقع اشاره به نبوت حضرت اشعیا نبی است که در فصل 53 در مورد مسیح موعود پیشگویی کرده. در آن پیشگویی ضمن بیان رنج و شکنجه آمده است که او مظلوم شد اما تواضع نمود، دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم مضروب گردید. او بره قربانی بود برای گناهان انسان. او آمد تا ما از زخم‌هامون نجات یابیم و در راه گناهان ما بمیرد.
در آیه 32 و 33 یحیی علنا اعلام کرد که چگونه فهمید عیسی همان مسیح موعود است. هنگامی که یحیی عیسی را تعمید می‌داد، روح خداوند مانند کبوتری بر عیسی نازل میشه. شرح حال این واقعه در انجیل مقدس متی به ثبت رسیده. کبوتر علامت سلامتی و افتادگی است و احتمال دارد یحیی که مانند الیاس مرد سختگیر بود انتظار داشت که روح الهی مانند باد آتش فرود بیاد، ولی وقتی دید که روح به شکل کبوتری فرود آمده تعجب نموده. با گفتن این جمله که من او را نشناختم میخواد بگوید که این من نبودم که عیسی را انتخاب کردم، بلکه عیسی از طرف خدا انتخاب و تعیین گردید و نشان داده شده است. خدا که یحیی را برای تعمید دادن مردم فرستاده بود گفت که هر کجا که مشاهده نمودی روح القدس بر کسی فرود آید، بدان که این همان کسی است که مردم را با آب و با روح القدس تعمید خواهد داد. اشعیا نبی پیشگویی کرده بود که روح الهی در مسیح موعود ساکن خواهد شد و گفت روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. روح خدا پیوسته مسیح را مملو ساخت و مسیح به قدرت آن توانست زندگی خود را با قدوسیت به سر برده و اعمال عظیمه انجام بدهد. هیچگاه کاری نکرد که روح الهی را از خود رنجانیده کند. و دوستان عزیز، کلام خدا هم ما را از مبادرت به چنین کاری نهی کرده و میگوید روح قدوس خدا را در زندگیتون آزرده نسازید. دقت کنید، روح القدس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. ما انسان‌ها بله دوستان عزیز، با رفتار و کردارمان حتی بدون اینکه فکرش هم بکنیم بارها و بارها روح الهی را آزرده ساخته ایم. حقیقت اینه که اگر ما نیز به وسیله گناهان خودمون روح القدس را از خودمون نرنجانیم، در ما نیز برای همیشه سکونت خواهد کرد. ولی متاسفانه ما همیشه دنبال خواهش‌های جسممون هستیم و در نتیجه روح خدا از ما گریزان است. کار مسیح نه فقط نجات بود، بلکه عطای روح القدس و عطای حیات تازه در مردم بود. دوستان عزیز، خوشبخت کسانی هستند که به این حقیقت الهی پی برده و به مسیح میان تا حیات الهی را دریافت کنند. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا میسپارم و امیدوارم که حقیقت خدا را امروز دریابید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.